یک انتقاد از فعالیت چنل یوتیوب کرده بودن در افغانستان. گفته بودن حالا یک تعداده که بیکار ماندن و حتی هم دانش رسانه‌ای هم ندارن، اجتماعی هم ندارن، میان و یک چنل یوتیوب را میسازن تا اینکه بتونن یک عاید بکنن. آقای وفایی بتونن پول را به دست بیارن. هدف واقعی شما خدمت کردن و تغییر در وضعیت زندگی مردم از کارایی است که انجام میدین یا اینکه به خاطر عایدات هم بیشتر یک توجه صورت میگیره که عاید خوب داشته باشه؟ بارگزای صاحب، ما الحمدلله خیلی وظیفه ما کم شده. ما قبلا در 4 جای وظیفه اجرا میکردم. در رسانه بود، در بنیاد خیریه بود، در دانشگاه بود، خود بخش مسئله تصحیح کتب بود. اما او 2 سال فعلا حذف شده. به شکلی نبوده که من مشکلات اقتصادی داشته باشم بخوایم از طریق یوتیوب این معضل حل بسازم و پول هم که از طریق یوتیوب یا فیسبوک میه همش صرف و عزیزایی میشه که اونا یوتیوب ویدیو را ادیت میکنن. یعنی به خاطر در جیب من نمیره. عالی گفر به خاطر میگن آقای وفایی در تلویزیون هستین، رسانه هستین، میخواین موضوع رو کتمان کنین یا اینکه هر چیز دیگه؟ نه، خواهش میگم چون تقریبا ما 35 نفر کارمند داریم. بنیاد 35 نفر کارمند داره و ما نمیتونیم که از پول مردم مصارف اینا را بپردازیم. ناگزیر هستیم که یوتیوب کانال هایی که اونا عایدش ما در ما میایه اینا را مصرف خود استاف هم کارمندا کنیم، دخل و خود شما خیلی چی سود داره؟ فقط خدمت به مردم. همین که یک کس دعا میکنه، لبخند میزنه، یک عالم ارزش داره.